توی بعضی کشورها سنت‌های عروسی اونقدر عجیبه که احتمالاً آرزو می‌کنی هیچ وقت ازدواج نکنی. از سیلی زدن به داماد گرفته تا عروسی با درخت. اینجا قرار عجیب ترین رسم‌های ازدواج رو از سراسر دنیا مرور کنیم. پس برای یه سفر عجیب و غریب با کانال تپ و مپ آماده باشید. 1. کره جنوبی. تو کره جنوبی دامادا قبل از مراسم ازدواج یه تست استقامت خیلی خاص رو باید پشت سر بذارن. بعد از اینکه کفشاشون رو در میارن، فامیل و دوستاشون مچ پاشون رو با طناب میبندن و با چوب به کف پاشون میزنن. این کار به اصطلاح یه آزمون مردونگیه و نشون میده که داماد چقدر میتونه سختی‌های زندگی مشترک رو تحمل کنه. اما این فقط یه شوخی ساده نیست، چون بعضی وقتا شدت ضربه ها اونقدر زیاده که داماد واقعا از درد به خودش میپیچه. برای بعضی خانواده ها این رسم یه جور سرگرمیه، ولی برای دامادایی که تجربهش میکنن یه چالش واقعیه. البته وسط این ماجرا معمولاً از داماد سوالای سخت و خنده‌دارم میپرسن و اگه جواب نده ضربه های بیشتری میخوره. یه جور ترکیب شکنجه و آزمون هوش. 2. هند. بعضی از دخترها توی هند قبل از ازدواج یه عروسی خیلی خاص رو تجربه میکنن. اونا اول باید با یه درخت ازدواج کنن. دلیلش اینه که طبق باورهای نجومی اگه درختی تو بعضی شرایط خاص متولد شده باشه ممکنه باعث بدشانسی برای شوهرش بشه. برای شکستن این طلسم اول با درخت ازدواج میکنه، بعد درخت رو قطع میکنن و بعدش دیگه میتونه با همسر واقعیش ازدواج کنه. این رسم که به مانگلیک دوسا معروفه توی بعضی مناطق هند خیلی جدی گرفته میشه. خانواده ها برای پیدا کردن درخت مناسب گاهی روزها وقت میذارن و مطمئن میشن که مراسم درست طبق اصول سنتی برگزار بشه. بعضی وقتا هم عروس رو با یه مجسمه فلزی یا حتی یه حیوان نمادین مثل بز یا گاو ازدواج میدن تا تاثیرات منفی ستاره ها رو خنثی کنن. 3. کنگو. تو کنگو جشن عروسی یه فضای خیلی جدی داره. عروس و داماد از لحظه شروع مراسم تا پایان اون نباید حتی یه لبخند هم بزنن. دلیلش اینه که باید جدیت و تعهدشون رو نسبت به ازدواج نشون بدن. یعنی حتی اگه یه نفر جوک بگه یا اتفاقی خنده‌دار بیفته، زوج باید کاملا جدی بمونه. این سنت یه جور نمایش از اهمیت و سنگینی ازدواجه. خانواده‌های دو طرف هم کاملا جدی هستن و انتظار دارن که زوج با چهره‌ای کاملا آرام و بدون ذره‌ای لبخند مراسم رو سپری کنن. بعضیا میگن که این رسم به نوعی تمرین صبر و تحمل برای زندگی مشترکه، چون توی ازدواج واقعی همیشه شادی و خنده نیست و گاهی وقتا لازمه که آدم جدی باشه و مسئولیت زندگیشو بپذیره. با این حال برای بقیه دنیا یه عروسی بدون حتی یه لبخند چیزی غیر قابل تصوره. خب اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره. 4. بورنئو. حمام نرفتن قبل از ازدواج. اگه فکر میکنی روز عروسی قرار بهترین ظاهر رو داشته باشی، تو بورنئو یه رسم عجیب وجود داره که کلاً نظرتو عوض میکنه. زوجهای این منطقه 3 روز قبل از ازدواج حق ندارن حموم کنن، مسواک بزنن یا حتی برن دستشویی. میگن این کار باعث خوششانسی و دوام ازدواج میشه. البته کسی که کنار این زوج بشینه احتمالاً با این رسم خیلی حال نکنه. 5. چین. گریه عروس. تو بعضی از مناطق چین عروس باید 1 ماه قبل از مراسم هر روز 1 ساعت گریه کنه. 10 روز بعد مادرش هم بهش ملحق میشه. بعد از 10 روز دیگه مادر بزرگش هم به این گروه اضافه میشه. کم کم بقیه خانمای فامیل هم وارد ماجرا میشن و یه گروه گریه تشکیل میدن. این رسم که توجیا نام داره یکی از قدیمی ترین سنت های چینیه و از گذشته های دور توی بعضی از اقوام این کشور اجرا می شده. گریه عروس فقط یه نمایش ناراحتی نیست، بلکه یه جور آواز سنتی محسوب میشه که توش هر نفر یه نوت خاص رو اجرا میکنه. انگار که یه قطعه موسیقی ناراحت کننده اجرا میکنن. بعضی از خانوما حتی از قبل تمرین میکنن تا هماهنگتر اشک بریزن و تأثیر بیشتری بذارن. یکی از دلایل انجام این کار قدردانی از والدین و نشون دادن حسرت ترک خونه پدریه.
هرچی گریه عروس بیشتر باشه نشون میده که زندگی خوبی تو خونه باباش داشته و دلش برای خانواده‌اش تنگ میشه. بعضی از مادرای عروس هم برای اینکه مراسم رو واقعی تر کنن داستانهای ناراحت کننده تعریف میکنن تا اشک همه در بیاد. 6. هند. سرقت کفش‌های داماد. تو عروسی‌های هندی وقتی داماد وارد معبد میشه باید کفشاشو در بیاره. اما مشکل اینجاست که خانواده عروس مخصوصاً خواهرای عروس این کفشا رو میدزدن. این رسم که به جوتا چوپای معروفه یکی از سرگرم کننده ترین بخش‌های عروسی‌های هندی محسوب میشه. از لحظه‌ای که داماد کفشاشو در میاره عملیات مخفیانه دزدیدن اون شروع میشه. خواهرای عروس بعضی وقتا با کمک دوستاشون نقشه‌های پیچیده‌ای میکشن تا کفشا رو بدزدن و مخفی کنن. از طرف دیگه پسرای فامیل دامادم سعی میکنن با تمام قوا از کفشا محافظت کنن. وقتی کفشا دزدیده شد مرحله بعدی چانه زدنه. داماد باید برای پس گرفتن کفشاش پول بده یا یه هدیه با ارزش بخره. معمولاً خانواده عروس یه قیمت بالا پیشنهاد میکنن و بعد از کلی مذاکره به یه توافق میرسن. در نهایت وقتی داماد راضی شد و باج رو پرداخت کرد، کفشاش با کلی تشریفات بهش برگردونده میشه و مراسم ادامه پیدا میکنه. این رسم یه جور نشونه شیطنت و شوخ طبعی فرهنگ هندی هم هست. جایی که حتی یه چیز ساده مثل کفش داماد میتونه به یه رقابت بامزه و پرهیجان تبدیل بشه. 7. آلمان. لیوان شکنی. تو آلمان یه رسم جالب وجود داره که بهش پولترابوند میگن. قبل از عروسی مهمونا ظرفای سرامیکی و چینی رو میشکنن و عروس و داماد باید همه این شکسته ها رو جمع کنن. این کار نشونه اینه که اونا میتونن با کمک هم از پس سختی های زندگی بر بیان. 8. کنیا. آب دهان پدر روی سر عروس. در بعضی از قبایل کنیا پدر عروس یه رسم خاص برای تبریک گفتن داره. اون روی سر و سینه عروس توف میکنه. این کار به عنوان یه جور دعای خیر و آرزوی خوشبختی برای دخترش انجام میشه. اما این فقط یه حرکت نمادین نیست، بلکه نشونه انتقال برکت و محافظت از عروس در برابر چشم زخم و بدشانسی هم محسوب میشه. در فرهنگ قبیله ماسایی این توف نه تنها یه جور احترامه بلکه یه نشونه از پذیرش عروس در خانواده جدیدش هم هست. عروس بعد از این مراسم با یه سری افراشته به سمت شوهرش میره، چون این حرکت نشون دهنده اینه که پدرش همه خیر و برکتش رو بهش منتقل کرد. گاهی وقتا افراد مسن قبیله هم توی این مراسم شرکت میکنن و روی سر و دستای عروس توف میکنن تا این برکت چند برابر بشه. در حالی که برای بقیه دنیا این رسم ممکنه غیر عادی باشه، برای مردم ماسایی یه بخش مقدس از سنت‌های ازدواجشونه که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با افتخار اجرا میشه. ازدواج یه مراسم پر از سنت‌های خاصه که تو هر فرهنگی یه جور متفاوت برگزار میشه. بعضی از این رسم‌ها برامون عجیبه ولی برای مردم اون مناطق یه باور قدیمی و مقدسه. حالا نوبت توئه. کدوم یکی از این رسم‌ها بیشتر از همه تعجبت رو برانگیخت؟ تو کامنت‌ها بنویس و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره.